که حالتون باشه. اومدم با یه قسمت دیگه و خیانت از نظر خودشیفته ها. اول از همه ممنون میشم ازتون سابسکرایب و لایک یادتون نره. خوشحال میشم نظراتتون رو این زیر برام بنویسین یا اگه تجربه مشابهی داشتید. اول از همه این که چیزی رو که میخواستم بگم در خصوص کسایی که خودشیفتن و خیانت میکنن، تجربه شخصی خودم، همه این چیزایی که من میگم تجربه شخصی خودم، حالا ممکن تو آدم‌های مختلف طبیعتاً متفاوت و شکلش فرق میکنه، اما من چیزی که متوجه شدم، اولین چیزی که در مواجهه با خیانت، وقتی یه فرد خودشیفته میفهمه که دستش رو شده، اولا از دست شما عصبانی میشه که اصلا تو چرا فهمیدی؟ یعنی تو چرا کاری کردی، یا تو چرا اصلا تجسسی کردی، یا چرا اصلا متوجه این ماجرا شدی؟ به جای اینکه مثلا یه ذره خجالت بکشه، یا به جای اینکه حالا مثلا از چیزای دیگه ناراحت باشه، طبیعتاً از این ناراحته که تو چرا متوجه شدی. و یه چیز خیلی بدی که در مورد آدمای خودشیفته مخصوصا وقتی که خیانت میکنن وجود داره، فکر میکنم کسایی که این اتفاق براشون افتاده و تجربه‌ای داشتن که طرف مقابلشون خودشیفته بوده، احتمالاً باید متوجه، یعنی اینو باید دیده باشن، اینو باید یه همچین اتفاق براشون افتاده باشه، یه همچین چیزی رو متوجهش شده باشن که وقتی که یه خودشیفته خیانت میکنه، چون خودشیفته ها خیلی میدونید که نیاز به توجه زیاد دارن، یعنی هر کاری میکنن برای اینکه توجه اون محیطی که هستن یا اون جایی که هستن رو خودشون جلب کنن. و وقتی که این اتفاق میفته، وقتی که خیانت میکنن، به جای اینکه حالا مثلا نمیدونم هر رفتاری که حالا شاید یه شخصی که خیانت میکنه بخواد انجام بده، بیشتر اینجوریان که اولا تو چرا فهمیدی، دو اینکه ببین تو چی کار کردی که من این کار کردم، ببین تو چه فشاری به من آوردی که یعنی کاملا همه چی میفته گردن شما، یعنی کاملا شما مقصری. و یه چیز بد دیگه ای که میخوام بگم اینه که نهایت تلاششون میکنن که شما ببخشید، کاملا با خودتون و تو خلوت خودتون یا بین خودتون کلا یه شکل دیگه، یه جا یه شکل دیگه کاملا، یه جا کاملا یه شکل دیگه. در شما باید حتما برای آدم خودشیفته یه منفعتی داشته باشید، وگرنه در غیر این صورت اصلا سعی میکنه سریع شما رو حذف کنه و یه کاری میکنه که شما دیگه اصلا دور و برش ندید. و اینکه این خیلی بده، به خاطر اینکه انقدر این قضیه رو کش میدن و انقدر با شما بازی روانی انجام میدن و انقدر این قضیه هی طولانی و طولانی‌تر میشه تا شما دیگه واقعا توانی براتون نمیمونه برای اینکه حالا مثلا بخواید بجنگید، مبارزه کنید، یا اصلا بخواید حتی از اون زندگی در بیاد. میدونید یعنی تا نهایت شیره اعصاب شما رو میکشن. یه جورایی میتونم بگم که انگاری که آدم‌های خودشیفته از تغذیه‌شون از بازی روانی با بقیه است. در مجموع چیزی که میخوام بگم اینه که آدم‌های خودشیفته واقعا باید براشون منفعت داشته باشه و تا وقتی که منفعت داشته باشه همه جور بازی روانی باهات انجام میدن و سعی میکنن تا نهایت جنون شما رو ببرن. یک، دو، اینکه اگر منفعتی براشون داشته باشین به لحاظ مالی یا هر چیز دیگه ای، ظاهرتون خوب باشه یا هر چیز دیگه ای، صبر میکنن، زمان میذارن، پشت صحنه هزار تا کار انجام میدن بدون اینکه شما متوجه بشین، چون خیلی خوب بلدن نقش بازی کنن، نقش عاشقا رو خیلی خوب بازی میکنن. مثلا همسر سابق خود من، دوستای من وقتی فهمیدن که این به من خیانت کرده، همشون تعجب کردن، گفتن اون که خیلی عاشقت بود، برای من مثلا کادو بگیره، نمیدونم تولد سورپرایزم کنه، نمیدونم کارهایی که الان متوجهشون میشم، میبینم همه یه سری کارهای هیجانی بوده برای جلب توجه فقط، هیچ کدومش دلی نبوده، هیچ کدومش از صمیم قلب نبوده. و میگم انقدر این بازی روانی رو شما ادامه میدن، انقدر این بکش واکشه هی طولانی میشه که شما دیگه واقعا
من خودم در مورد خودم اینجوری گفتم، احساس میکنم دیگه دارم تموم میشم. یعنی فکر میکردم که واقعا دارم دیوونه میشم. با خودم اینجوری بودم مگه میشه آخه یه همچین چیزی، یعنی مثلا یه نفر انقدر اینجوری باشه بعد انقدرم اینجوری باشه. یعنی میدونید این چند شخصیت بودنشون واقعا یه چیزیه که خیلی اذیت کننده است. و یه چیزی هم که خیلی هست، مظلوم نمایی بسیار زیادی دارن. یعنی میگم حتی اگر خیانت هم کرده باشه یه جوری مظلوم نمایی میکنن، یه جوری گریه میکنن، یه جوری رفتار میکنن که مثلا شما اینجوری میشه که ببین این چقدر درد داشته، ببین من مثلا شاید این همه مدت نفهمیدم این همه مشکل داشته و به من نگفته، من نتونستم کاری براش انجام بدم، رفته مثلا. یعنی شما همیشه بگیری سمت خودت، چون اونا هم بازیگریشون خیلی خوبه، هم اداهای خیلی اداهای اگزاجره و خیلی زیاد، خیلی چجوری بگم، خیلی ادا در میارن. یعنی من فکر میکنم که واقعا البته زندگی سختی هم باید باشه، اینکه اولا تشنه روان مردم باشی، یعنی اینکه روان یک آدم دیگه ای تو تغذیه کنی، که یک کسی که مثلا روانش سالمه رو بیاری انقدر با این روان بازی کنی، این روان رو داغون کنی و این برای تو بشه یه تفریح و تغذیه. و آدم‌های خودشون همچین مشکل روانی دارن و میگم حتی بدترین کارم که انجام بدن جوری رفتار میکنن که همه اینجوری میشن که خب شاید این بدبختم حق داشته. آدم خیلی وقتا تشخیص نمیده که این گریه ها و این زاری ها، این ناراحتی ها و این کارهایی که داره میکنه، آدم فکر میکنه خب شاید واقعا پشیمونه یا شاید واقعا مثلا ناراحت از کاری که کرده. ولی هرچی میگذره متوجه میشین که این فقط بازی روانیه و اونا از اینکه بتونن احساسات شما رو کنترل کنن لذت میبرن. یعنی نه اینکه گریه‌اش از سر پشیمونی باشه، نه اینکه عذرخواهیش از سر واقعا تغییر باشه، نه، فقط برای اینکه شما رو بتونن تحت کنترل خودشون فعلا نگه دارن. حالا با گریه، با اشک، با آه، با دعوا، با هر چیزی که، هر روشی که بتونن شما رو تحت تاثیر قرار بدن و شما رو کنترل کنن، از اون روش استفاده میکنن. به نظر من چیزی که من تجربه کردم، این اعصاب خوردی‌هایی که پیش میاد، این فشارهای روانی که به آدم وارد میشه، تا بخوای ازش در بیای، تا بخوای به حالت نرمال، که هیچ وقت خب طبیعتا آدم نمیتونه به حالت قبل از این اتفاقو برگرده، چون یه اتفاقهایی وقتی تو زندگی میفته دیگه زندگی رو تقسیم میکنه به قبل و بعد از اون اتفاق. همون ازدواج همینطوره، طلاق همینطوره، بچه دار شدن همینطوره، حتی حیوان خونگی آوردن همینطوره. توی چیزی که حالا میخوام توی جنبندی حرفام بگم اینه که آدم‌های خودشیفته هر کاری که انجام میدن چون به خاطر منافع خودشونه و هیچ کاری رو بد نمیدونن. یعنی حتی اگر قتل هم بکنه اینجوریه که خب من مجبور بودم برای دفاع از خودم بوده. یعنی یه سناریویی میچینن و یه جوری ماجرا رو تعریف میکنن که همه اینجوری میشن که خب این دفاع از خود بوده. و به خاطر اون میگم اون حالت هیجانی که دارن، اون چیزی که دوست دارن احساسات و روان بقیه رو تحت تاثیر قرار بدن، از هر حربه استفاده میکنن، از گریه تا دعوا تا کتککاری تا هر چیز دیگه‌ای که فقط بتونن طرف رو توی بازی خودشون فعلا نگه دارن تا وقتی که ببینن دیگه طرف کامل تموم شده و موضوع سوخته است و حالا دیگه باید از شرش خلاص شد. یه چیز خیلی جالبی که حالا من در مورد همین همسر صاحب میگم، چیزایی که من میگم در تجربه شخصی خودمه. همسر صاحب خود من بود، یعنی اینجوری بودش که تو یعنی میخوای منو با این مشکلی که دارم تنها بذاری؟ خیلی از آدما هستن تو دنیا که شاید این مشکل رو دارن، من میخوام این مشکل رو درمان کنم، پیش روانپزشک برم، پیش روانشناس برم، هر کاری که تو میگی من انجام بدم که این مشکل رو حل کنم. این همه سال با من زندگی کردی، یه فرصت به من بده و اجازه بده که من این مشکل رو حل کنم، هر کاری که تو بگی انجام میدم. و انگاری که مثلا اینجوری میشه که
وای من این همه سال با این دوست بودم، این همه اینجوری بوده، حالا مثلا این یه همچین مشکلی داره، خب من رفیق نیمه راه نشم، بذار کمکش کنم، همراهش باشم، کمکش کنم که مثلا بتونه این مشکل رو حل کنه یا از این بحران بیاد بیرون. در صورتی که اینا همه بازیه، همه اون کارا رو میکنه که تو رو فعلا نگه داره تا پشت صحنه برنامه هاشو بریزه، پلن‌های بعدیشو، پلن بی و سی و شخص بی و سی و یا نمیدونم کسای دیگر رو برنامه ریزیشو روی اونا بکنه. بعد که دید مثلا حالا یه موردی هستش که این حالا الان از این بهتره، این الان بیشتر میچربه، خب پس این که دیگه به دردم نمیخوره استفاده ها میکردم، حالا میرم سراغ این مورد. ادای خیلی چیزا رو در میارم، مثلا خیلی سعی میکنن که ادای آدمای خانواده دوست موجه، یعنی مثلا یه نفر اینا رو بیرون میبینه میگه وای این چقدر مثلا به خانومش میرسه، این چقدر مثلا به خانومش مهربونه، بقیه اینو مثال میزنن ولی نمیدونن که این داره چه بازی روانی با اون خانومش یا شوهرش انجام میده. به هر حال امیدوارم که برای کسی همچین چیزی پیش نیاد و بتونن دست یه همچین آدمایی خداوند ما رو نجات بده. و اینکه میگم این یه تجربه شخصی من بود که با توجه به اینکه نزدیک به 9 سال فکر میکنم 9 سال اینا با یه آدم خودشیفته زندگی کردم و تقریبا میتونم بگم که یه بازمانده از این جنگم و خیلی به لحاظ روحی، روانی، جسمی، مالی، خانوادگی همه جوره به هم لطمه خورد. دوست داشتم که هر چیزی رو که توی تجربیات خودم داشتم و تجربه کردم، حالا با وجود همه تلخیاش و هر چیز دیگه اینجا عنوان کنم. شاید مثلا یه کسایی باشن که احتیاج به شنیدنش داشته باشن. یه سری حرفا به دل آدم میشینه، یکی میاد بهت میگه بابا این که مشخصه، بابا این که مثلا دیگه کم کم میفهمی. من اولین مشاوری که بعد از خیانت رفتیم باهاش صحبت کردیم، مشاوره من گفت اگه قبل ازدواج اومده بودید پیش من از روی تستایی که انجام دادم اصلا میگفتم که این آدم صلاحیت این که بخواد ازدواج کنه رو نداره، نه با شما نه با هیچکی، اصلا این آدم نباید ازدواج کنه، مشکل داره. و به من گفتش که به نظر من همین الان کار تموم کن. مشاوری هم بودش که خود همسرم انتخاب کرده بود و به همسرم، همسر سابقم گفتم که آره مشاور اینجوری گفته و بهتره که دیگه تمومش کنیم، من 10 تا مشاور دیگه پیدا میکنم، من نمیدونم میجنگم، من حالمو خوب میکنم، من نمیدونم. ولی همه اینا میگم برای اینه که تا جایی بازی رو پیش ببرن که یک خودشون دیگه نخوان، دو دیگه چیزی در تو نمونده باشه که به دردمون بخوره، یعنی کاملا شما رو از ریشه خشک میکنن، یعنی ریشه اعصاب شما رو خشک میکنن، ریشه جسم شما رو، ریشه جهان بینی شما رو. و خیلی سخته اینکه آدم بخواد بعد از اینکه از زندگی و یه همچین دام روانی با یه آدم خودشیفته بیاد بیرون، دوباره بخواد خودش رو بازسازی کنه و حالا تقریبا به یه حالت نرمالی برگرده، خیلی تلاش زیادی میخواد. ولی مهمتر از همه اینه که یه آدم خودشیفته هیچ وقت درست نمیشه، اصلاح نمیشه و اینکه باید بپذیریم که این شخص خودشیفته است و من باید خودم از دستش نجات بدم. یعنی نجات خودتون اولویت باشه، هیچ وقت اجازه ندید احساسات، ترحم، دلسوزی یا هر چیز دیگه اجازه بده که توی اون بازی روانی بمونید و اون بازی رو ادامه بدید. اینا میگم تجربه های شخصی منه که باشون درگیر بودم و امیدوارم که برای کسی همچین تجربه پیش نیاد. چه روزای خوبی داشته باشید، از اینجور آدمای سمی دوری کنید و سابسکرایب و لایک هم که یادتون نره. خوشحال میشم اگه تجربه مشابهی داشتید یا نظری داشتید این زیر برام بنویسید. روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم. فعلا.